همه 4 زن دارند. گوینده شیدا محمودی. سلام دوستان عزیزم، شبتون بخیر باشه. داستان امشب همه 4 زن دارند. قبل از اینکه داستان رو شروع کنم ممنون میشم که با حمایتاتون، سابسکرایب و فعال کردن زنگوله بغلش، لایک ها و کامنت های ارزشمندتون قوت قلب ما باشید. بریم سراغ داستان. روزی روزگاری تاجر ثروتمندی بود که 4 زن داشت. زن 4 از همه بیشتر دوست داشت و مدام اونو با خریدن جواهرات گران قیمت و غذاهای خوشمزه خوشحال میکرد. بسیار مراقبش بود و بهترین چیزها رو به او میداد. زن 3 را هم خیلی دوست داشت و به او افتخار میکرد. اگرچه واهمه شدیدی داشت که روزی او تنهایش بگذارد. واقعیت این است که او زن 2 را هم بسیار دوست داشت. او زنی بسیار مهربان بود که دائما نگران و مراقب همسرش بود. مرد در هر مشکلی به او پناه می برد و او نیز به تاجر کمک می کرد تا گره کارش را بگشاید و از مخمصه بیرون بیاید. اما زن اول مرد زنی بسیار وفادار و توانا بود که در حقیقت عامل اصلی ثروتمند شدن او و موفق بودنش بود، که اصلا مورد توجه مرد نبود. با اینکه از صمیم قلب عاشق شوهرش بود، اما مرد تاجر به ندرت وجود او را در خانه‌ای که تمام کارهایش با او بود حس می کرد و تقریبا هیچ توجهی به او نداشت. روزی مرد احساس مریضی کرد و قبل از آنکه دیر شود فهمید که به زودی خواهد مرد. به دارایی زیاد و زندگی مرفه خود اندیشید و با خود گفت: من اکنون 4 زن دارم، اما اگر بمیرم دیگر هیچ کسی را نخواهم داشت و تنها و بیچاره خواهم شد. بنابراین تصمیم گرفت با زنانش حرف بزند و برای تنهاییش فکری کند. اول از همه سراغ زن 4 رفت و گفت: من تو را بیشتر از همه دوست دارم و از همه بیشتر به تو توجه کرده ام و انواع راحتی ها را برایت فراهم آوردم. حالا در برابر این همه محبت من آیا در مرگ با من همراه می شوی تا تنها نمانم؟ زن به سرعت گفت: هرگز، و مرد را رها کرد. ناچار با قلبی که به شدت شکسته بود نزد زن 3 رفت و گفت: من در زندگی تو را بسیار دوست داشتم. آیا در این سفر همراه من خواهی آمد؟ زن گفت: البته که نه. زندگی در اینجا بسیار خوب است. تازه من بعد از تو میخواهم دوباره ازدواج کنم. قلب مرد یخ کرد. مرد تاجر به زن 2 رو آورد و گفت: تو همیشه به من کمک کرده ای. این بار هم به کمکت نیاز شدیدی دارم. شاید تو از همیشه بیشتر بتوانی در مرگ من همراه باشی. زن گفت: این بار با دفعات دیگر فرق دارد. من نهایتا میتوانم تا گورستان همراه جسم بی جان تو بیایم، اما در مرگ متاسفم. گویی صاعقه‌ای به قلب مرد آتش زد. در همین حین صدای او را به خود آورد: من با تو میمانم هر کجا که بروی. تاجر نگاهش کرد. زن اول بود که پوست و استخوان شده بود.
انگار سوء تغذیه بیمارش کرده بود. غم سراسر وجودش را تیره و ناخوش کرده بود و هیچ زیبایی و نشاطی برایش باقی نمانده بود. تاجر سرش را به زیر انداخت و آرام گفت: باید آن روزهایی که می توانستم به تو توجه می کردم و مراقبت بودم. در حقیقت همه ما 4 زن داریم. 1. زنی 4 بدن ماست که مهم نیست چقدر زمان و پول صرف زیبا کردنش کنیم. وقت مرگ اول از همه اون ما رو ترک میکنه. 2. زن 3 دارایی های ماست. هر چقدر برامون عزیز باشه وقتی بمیریم به دست دیگران میفته. 3. زن 2 که خانواده و دوستان ما هستن، هر چقدر صمیمی و عزیز باشن وقت مردن نهایتاً تا سر مزارمون کنارمون خواهن. و 4. زن اول که روح ماست. غالباً به آن بی‌توجهیم و تمام وقتمون رو صرف تن و پول و دوست میکنیم. اون ضامن توانمندی های ماست، اما ما ضعیف و درمانده رهاش کردیم تا روزی که قرار همراه ما باشه اما دیگه هیچ قدرت و توانی براش باقی نمیمونه. خب دوستای عزیزم، داستان امشب به پایان رسید. بازم ممنون میشم که با سابسکرایب، لایک و کامنت های ارزشمندتون حامی این چنل تازه کار باشید. در پناه الله یکتا، روز و روزگار خوش باشه. خدا نگهدار.